اوه یه لحظه گفتم مردم، به خداوندی خدا سکته کرده بودم. ریدم که اوه یه دونه سطل آبم میخوام قشنگ اینجا کلاچ کن. ویلی که اونهاشش میبینی آقا تایید میکنی. آره خوشتون رازیه ای بله. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به قسمت جدیدی از ماینکرافت سروایول. داشتم اینجا رو صاف میکردم. بذارید من توی ضبط ویدیو فهمیدم صدا زیاده. خیلی بهتر شد. داشتم اینجا رو میکندم، گفتم خالی از لطفه که من اینا رو میکنم و اینجا رو دارم صاف میکنم تا این مزرعه بسازم. شما نبینید ساخت مزرعه رو. از اونجا که عضلات آهنی هم دارم دیگه خیلی راحت تر میتونم این خاک و اینا رو بکنم و یا علی مدد. چند تا تغییری که ایجاد کردم، رفتم اونور و درخت کندم. همونجوری که میبینید یه 23 تا از اینا دارم از این برگا جمع کردم با قیچی. اگر برگا نکن، اگر با قیچی من اینا رو بکنم اینو به من میده. میبینید سند. اونجا یه ذرم چیز بود، یه ذرم شن جمع کردم. تصمیمم اینجور شد بکنیم مزرعه. بهتون توضیح بدم، چون به هر حال ما نیاز به منبع غذایی داریم دیگه. چی بهتر از منبع‌های ارگانیک، منبع‌هایی که داخلشون پر از سبزیجات مثل گندم و نمیدونم پیاز که قطعا نیست توی بازی، ولی مثلا سیب زمینی منبع خیلی خوبه از غذاست، ولی شما باید خود سیب زمینی رو داشته باشید تا بکارید. من پیشنهادم برای اول بازی چیه؟ عادتا گندم، چون با گندم شما نه تنها میتونید غذا برای خودتون درست بکنید، بلکه شما میتونید به خیلی راحت حیوونا رو باشون رام بکنید و بیارید سمت خودتون و یه دونه مزرعه درست کنید. من همین الان که دارم این کارو میکنم، یه چند دقیقه قبل اونجا که یادتونه دوتا گوسفند بود، یه دونه ویلیجر در واقع شفرد چوپان بود و اینجا الان دوتا گوسفند رو میبینید. من رفتم از اونجا هم دوتا گوسفند بود، دوتا گوسفند آوردم. این مشکیه، البته این مشکیه، این سفیده. یه برید بهشون زدم، به اینا هم یه برید زدم. الان دیگه اگه پشماشون رو بچینم میتونم اولین امرالد بازی رو کسبش بکنم، یعنی اولین ترید بازی رو. این 3 تا، اینم 3 تا، امیدوارم بشه ترید کرد. کجایی آقای شفرد؟ بیا 18 تا، اینم اولین امرالد بازی. توی تب اینجا که هیچی ازشو نگرفتیم، از اینا هم هیچی نگرفتیم. اینجا یه دونه باتل آف باکت برداریم، یه دونه از اینا برداریم. خله اولین کاری که باید بکنیم اینه که گاو پیدا بکنیم. همین الان فهمیدیم کتاب نیاز داریم و نیشکر، که نه نیشکر داریم نه گاو. خاطر همین خیلی زوده بریم سراغ این چند. زودیتش به قدریه که من حتی یه دونه گاوم تا الان ندیدم. به این قدر زوده. و چرا به گاو نیاز داریم؟ چون که گاو به ما چرم میده توی بازی، و چرمی که به ما میده با استفاده از اون میتونیم کتاب درست بکنیم. نیشکر هم باش میتونیم کاغذ درست بکنیم و با اون کاغذها خیلی راحت کتاب درست بکنیم. بعد اینکه کتاب درست کردیم نیاز داریم به تعداد زیادی کتاب تا اونا رو بذاریم تبدیل کنیم به کتابخونه. کتابخونه ها رو بذاریم چه این چندین تیبل، یه وسیله‌ای که باش میتونیم ابزاراتمون و لباسامون جادویی بکنیم و بعدش جادو رو بزنیم تنگش. یه لاپیس لازولی هم که توی معدن پیدا میکنیم. بیشتر هدفم برای ساخت یک مزرعه بودش. حالا مزرعه رو کجا میخوایم بسازیم؟ یه جای خفن، یه جایی که به شدت خفنه. اینجا محیط خیلی خوبیه برای ساخت و ساز، به خاطر همین اینجا اسکله هستش. من میخوام یه مزرعه واقعا بزرگ بسازم و واقعا زیبا. البته اینا رو نگاه کن، اینجا قطعا یه سری موجودات بودن، نه؟ فنسا کلن چوب زیادی مصرف میکنه. سر همونم من سعی میکنم از همینا بردارم. این چیه؟ بلک بوله. پایینم گوشتای خوکی که کشته بودم گذاشتم بپزه. کلی هم ماهی کشتم، اون ماهی ها رو هم برمیداریم، یعنی میذاریم بپزه بعد میایم برش میذاریم.
اینم یه ذره لول دیگه خالی میکنیم. اینا رو اینجا خالی میکنیم. خالی کن خالی کن خالی کن. هولی مولی مردک بیادب. سر آدم تو چسته میان سرک میکشن. خیلی بیادبی. شما ببینم قصد خواب ندارید عزیزان. اوکی آیرن گولم اینجا خوب کار میکنه. نمیذاره زامبیا نزدیک ویلیجرها بشن. من میخوام یه ذره دور بشم از اینجا که بتونم یه چند تا فایت جذاب با این موبای خطرناک بدم. بازی هم که رو هارد قلفه. گوسفند. من به شدت گوسفند چون دارم. گوسفند خیلی ایده جالبی به سرم زد. من همین الان فهمیدم که ممکنه این ابزارم بشکنه. به خاطر همین به شدت باید مراقب باشم. اونجوری که میخواستم نشد تقریبا، ولی خب پلو زدم. غذای خوبی هن تا وقتی که مزرعه آماده بشه. همین که گوسفند نیاز ندارم حقیقتا. یه دونه تبر دیگه که فایت بدم باش. و برم دیزاین های پولا رو ببینم کدوم پولا رو دوست دارم. خودم من سعی میکنم اصلا از ذهن خلاق به اسب پیدا کردیم. چقدر اینجا بیشتر از زامبی بنه گوسفند است. دلم خواست اینا رو ببرم خونه ولی راهی ندارم. خوب کارو ولی میکشم. کسی رو کشم چون هم ایکس پی میده. خوکا خوبن. اینا رو پاکسازی بکنم. برش دادم. هویج میخوام. جلوی بچت میکشمت بیارزه. گوسفنده اینجا ماشالله هزار ماشالله زیادن. پشیمون شدم نمیخوام اینا رو بکشم. به چی دیدم؟ به جز دوتا اسکلتون فایت دادم با یه دونه اسکلتون کار سختی نیست، ولی دوتا بیقابلیت. وای گاوا رو پیدا کردم. گاوایی که میخواستم خدا رو شکر پیدا کردم. و من به شدت الان به اسکلتون نیاز دارم چون مزرعه نیاز به کود داره. کودو که بزنی خیلی سریع و با یه چشم به هم زدن. بابا چرا دمیج نمیخوری؟ مناسب باشه برای فایت. بذارید سریع شمشیر درست بکنم. فایت با شمشیرم ببینید. اوه برو بیاین یه زامبی ویلیجر. برو بزنش برو نزنی منو. آفرین. جایدن دیدم. یه اتفاق خیلی بد افتاده. به ترک عزیزم ممنونم. یه دونه دیگه. یه کریپر دیگه. ممنونم. هولی مولی. نمیخوام. کریپرها خیلی منبعای خوب گام پاودرم و گام پاودر خیلی با ارزشه. به آها اینو میگیریم قشنگ این دستمون. لیتس گو. بیا تو هم بیا. یه لحظه گفتم خوشم داره میاد. اگریویتش کردم. فولی مولی. برید کنار. تو رو خدا برید کنار. یه لحظه گفتم مردم. به خداوندی خدا سکته کرده بودم. گاو عزیزم داشتید منو به کشتن میدیدی. بیاین بریم. معمولا توی گاو برون سعی کنید یه دونه
F5 بزنید که اگه گاوا دنبالتون نمی اومدن بفهمید. اینا یه سرعت خیلی اونجا گاوا است. خلاصه این همه کاری که من اینجا کردم چی بود؟ بذارید بهتون توضیح بدم. خب من میخواستم گاوا رو ببرم خونم دیگه، به خاطر همین بعد میبردمشون سمت پله. ولی خب من اومدم یه چند تا گاو جمع کردم، بعدش اومدم برم سمت رودخونه، گاوا ذره به هم ریخته شدن. سر همین موضوع یه ذره راه هم دورتر شد. بعد چند تا گوسفند سر راهم دیدم، گفتم اونا رو هم ببرم دیگه. بعد رفتم سمت رودخونه، دیدم اینجا که اصلا اونجا که من میخوام نیست. بعد فهمیدم باید تازه مختصات رو فعال کنم، برم سمت خونه ببینم کجاست خونه. و فهمیدم اوضاع خیلی خیته. خیلی وضعیت خیته، اوضاع به شدت خیته. اگه بیاین تو اینا انقدر خر هستن که بیانید. خب اینا رو ولشون کنیم بریم خونه خودمون. گم شدیم. مختصات ویلیج من دارم ولی مختصات اونو من ندارم متاسفانه. اوکی اینجا دونه اسکلتون مرده، یک عدد کریپر اینجاست که من میخوام بکشمش. تو شانسی در برابر من نداری، بیا. فاصله اگه بخواد انقدر باشی که اصلا هیچ جوره نمیشه. نه نمیتونم برسونمشون اینجا. پشمام. اوکی ما چجوری اونا رو برسونیم اینجا؟ خیلی دورن، هیچ ایده ای ندارم. میتونم از راه آب بیارمشون. میریم پایین. بام با 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 بام با با خب بذار وسیله‌های واقعا نوکار بردیمو بذارم اینجا. یکی دو تا قایق درست میکنیم برای دوتای اول. دو تا گاو میخوام بیارم اول از همه باید از همین راه آب بریم سمت همونجا که بود. بذار ببینم پل دیده میشه. آره پل اینجا زده شده. نیشکر رو جمع بکنیم. اینجاها به شدت آشنا میزند، پس در نتیجه میپریم تو آب و یه تق میزنیم. داداشامون اینجان. بله عزیزای من اینجان که بیایم بیرون. من فقط یه دونتون رو نیاز دارم، یکیتون اینجا بشینه. خب متاسفانه تو که مردی متاسفانه. این دوتا گاوا نیاز دارم. آقای گوسفند متاسفم واقعا آقای گوسفند. یه مش گوسفنده به تمام معنایی. آقای گاو بسش اومدی به اسکله ما بزن بریم. مسیر کاملا سرراست و مستقیمه. همین مسیر رو میری. ویلیج اوناجش میبینی آقا تایید میکنی. آره خوشتون رازیه ایوله. بخوابیم فردا صبح بیام دوستاتم بیارم. فردا صبح ماجرا داریم و تو بنازم همیشه جوابه. بیا به سر خوب. بیا ببین سیبرت درست کردم. بیا داداش بیا نگاه کن. اینجا سوراخ دو دردو میکنیم. خب لیتس گو بزن بریم پسر. ببین شما دوتا گاو هستید، دوتا گاو عزیز و ارجمند. من جفتتون رو میخوام. خدا تق میزنم اینو میشکنم. یه دونه میزنم یکیتون سوار شه. تمام. اون یکیتونم توی این یکی سوار شه. نه دیگه ببین اومدید تا نسازید. بیاین تو عزیز من، ارجمند من. بیا سوارین شو. آی بنازم
ای به نازم اگه یه دونه لید داشتم یه راست همشون رو میبردم. این هم گاو 2 میرم یه دقیقه هیت باکس. همیشه هیت باکسش F و B رو که بزنید هیت باکس ها رو بهتون نشون میده. دوستتم که اینجا بود گیر افتادید با هم دیگه. الان میرم اون یکی دوستتون هم میارم. قشنگ زوج بزرگ بشید. آره داداش به این نتیجه رسیدم. به هر حال امکانی که یکی بشن هست. بنازم این هم سومین گاو. ببینید فاصله ها چقدر فاصله زیاده، اما اینجوریه که با راه آبی راحت میتونیم برسیم. میخوام در راه میاد تق حیف نشد. بریم اونجا. اینم از منبع غذامون. هم گوسفند داریم هم گاو داریم، یعنی پشم هم داریم، هم پشم داریم هم چرم داریم. پس اونقدر بیراه نیستا. او یه دونه سطل آبم میخوام قشنگ اینجا کلاچ کنم. سکته کردم. این نیشکرها رو هم بریم بکاریم بعدش تمام بکنیم ماجراها رو. نه شوهایی که اینجا هستن اینا رو بگیریم دست. قشنگ اینجا رو نگاه کن. بیلد به مرور سازی. من اونوری نمیخوام برم که اینور. اینجوری بریم. نگاه تره ریدم میشه. اوکی قطعا که اینور نه و اینور آره، اینور نه ولی اینور آره. اینجوری بریم خیلی راحت تریم چون اینور نمیریم که اذیت بشیم. بنازمت پسر. نه دولایه شد دیدید مین اپیزود. و اینکه سطل آبم پاش درست ایول اینا نگاه کن. پشما در اومده. پشما چه سرعتی داره داداش سرعت بالاستا. میدونی چیه 16 تا سلام آقای شفرد. شف کدوم وردی؟ این سری دیگه میافتادم واقعا از این طبقه میمردم. اینکه انبارم اون پایینه واقعا رو مخ و اعصابه چون همش باید برم پایین. اینجا آب است. کشف آب بهتر شد. اینجا رو باید کلا خرابش کنیم. منبع آبی که از اینجا میره و اونجا چست من کجا بود؟ چست من در آب غرق شد فکر کنم. چست من اونجاها بود دیگه. چرا من نمیبینم چستمو؟ این کاره اینکه این درختها رو بکنیم. کل این اپیزود شروعش به خاطر این درختها بود. یعنی گفتیم این درختها رو بکاریم که ماجرا بشه و بتونیم بیلدامون رو بسازیم چون بیلدای چوبی تو ذهنم بود. ولی انقدر کار پیش اومد رفتیم گوسفند جمع کردیم، گوسفندامون رو برید کردیم، رفتیم گاو آوردیم، یه تقریبا چند تا فایت جذاب دادیم، کلی اسکلتون کشتیم، یه کمان هم کسب کردیم. میتونیم همین الان با کمان تیر بزنیم. تا تیراشو ندارم. یه خوابم بزنیم. داداش بیا اینجا ببینم. عزیز ارجمند خودتو میخوای به کشتم بدی به سر خوب. دومین تریدمونم بزنیم. الان فعلا از این درختا میخوام. فرق نداره اونجایی که صاف کردم قراره کشاورزی بکنم. اینا رو میکارم اینجا که حالا شاید کشاورزی منتقل کردم جای دیگه. و اینکه این فعلا موقته. یعنی این جنگلی که اینجا دارم درست میکنم، این درختاری که دارم میکارم اینا همه موقته. اوه غذا نیازه. دوباره همه این 40 تا درخت 40 رأس درخت رو خواهم کند و اینجا چیزای دیگه قراره بسازیم. فعلا نزدیکم باشن. ممنون که تا آخر این اپیزود رو تماشا کردید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اینکه همین شما رو خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم تا ویدیو بعدی شاد و خوشحال و سلامت باشید. خدا نگهدار.